پیش از همه یکی از حالت‌هایی هست که یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که ذکر کردگی هستند عیناً در حیات هست. سبحان الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی که انسان به نماز بامداد بیدار نمی شود، شیطان در گوش او پیشاب میکند. تصور کنید چقدر چرکین و چقدر نفرت آور چیز است. سپس او خبیث نفس از خواب میخیزد. معنای خبیث نفس این است که نسترینیش به گفتیم و بروزها خیلی خیلی بیزیب، یعنی طبی خیلی بیزیب دارد. طبیعتاً انسانی که به همه چیز زود عصبی می شود، انسانی که خوی خیلی خوب ندارد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی شما به بامداد بیدار نشدید، همین حالت بیدار میشوید. اما اگر به بامداد بیدار شدید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، طهارت کرده نماز خواندید، اون سه گرهی که شیطان به شما بست یک تا همه اون گشوده می شود. و وقتی که ما نماز بامدادمون رو قضا کردیم، اون روزمون دیگر یک روزی که من نمیگویم پر از مصیبت است، روزی که خودتون طبیعتاً تاریک اون روز رو میگذرانید. برای همین و یا حتی در ساحه طب هم یعنی این چیز اثبات شده است که کورتیزول میگوین، یعنی گرمونه که برای چقانی و برای تب کشاد یا نسترینی نغز خیلی سهم خود را میگذارد، در وقت پگاهی روزی بالا هست. آنهایی که پگاهی روزی بر وقت میخیزند از آن کورتیزول آنها بهره مند میشوند. و عیناً همین را پیامبر صلی الله علیه و سلم بی ابی و امی اون همه سال به ما خبر دادن که بامداد رو اگر شما نخیسید و خوابتان بردمان، خبیث و نفس دیگر شما بیدار میشوید. یعنی آدمی تنبل به خوشش چیزی نمی آید، انسانی که هیچی کردن نمیخواهد، اون روزش هم با همین تنبلی. اگر در قصر زندگی کنیم هم هزار و یک نعمت در اطرافمون باشد، هم وقتی که ما طبیعتاً یعنی وای نسترینی ویران داریم یا گفتیم خوی بد داریم، دیگر هیچ چیز برای ما خوشرو نمایان نمی شود. و پیامبر این رو خبر دادن. و برای همین بامداد اگر یکیش خیلی ثواب بزرگ دارد، دویمش این است که آن روزتان پر از نشاط و خرسندی و یعنی شاداب میگذرد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند 2 رکعت نماز بامداد، رکعتا من الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت بامداد بهتر از دنیا و هر چی در دنیا هست. یعنی گویا که بامداد رو از دست دادیم، کل دنیا رو از دست دادیم. برای همین هر چی باشد هم خداوند به من هم برای همه شما هم توفیق